به نظر شما جنبش اخیر یک ساله مردم ایران چرا به نتیجه اونجوری که باید شاید نمیرسه و توی مناطق مخصوصا عرب نشین، بلوچ یا کرد هیچ اتفاق اونجوری که باید و شاید صورت نمیگیره؟ اول من از طرف خودم سالروز مرگ ندا را به همه هموطنان تسلیت میگم، خصوصا به خانواده محترمشون و همچنین همونطور که شاید مستحضر باشید دیروز در سالروز مرگ ندا آقا سلطان آقای عبدالمالک ریگی قهرمان ملت بلوچ در زیر شکنجه به شهادت رسیدند و البته دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند که ایشون اعدام کردند و ما از طرف ملت بلوچ میخوایم به جمهوری اسلامی بگیم که در هر جوانی در بلوچستان یک عبدالمالک ریگی است و تا رسیدن به آزادی کامل در ایران و اینکه بلوچه ها در سرنوشت خودشون در بلوچستان ایران سهیم و حاکم بشن مبارزه ادامه خواهد داشت. من خودم شخصا به روش مدنی و صلح‌آمیز معتقد هستم و آقای عبدالمالک ریگی هم به این روش معتقد بودند و ایشون هیچ وقت به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشتند، ولی ایشون به مقاومت مسلحانه اعتقاد داشتند و همونطوری که شما میدونید در تمام سیستم حقوقی دنیا، در تمام قوانین دنیا و در حقوق بین الملل حق دفاع از خود به رسمیت شناخته شده. اگر کسی به منزل شما دزدی وارد بشه، مهاجمی وارد بشه، آیا شما حق ندارید که از منزل خودتون، از شرف خودتون، از ناموس خودتون دفاع بکنید؟ در مورد سوال بسیار مهمی که شما فرمودید، واقعا همون نظرات، یعنی معتقدم که اگر جنبش سبز موفق شده بود که از تهران به سایر نقاط ایران، به مناطق بلوچستان، به کردستان، به آذربایجان، به شهرستان‌های دیگه، لرستان اینا رو سرایت کرده بود، کار جمهوری اسلامی تمام شده بود. و دلیل اینکه متاسفانه سرایت نکرد و موفق نشدند این بود که جنبش سبز خواسته های به حق مردم بلوچ و کردها و حاشیه‌نشینان را کلاً در نظر نگرفتن در شعارهاشون، در پلتفرمشون، برنامه‌ای که داشتن. این یک. و دوم اینکه البته همونطور که میدونید در مناطقی مثل بلوچستان، در بلوچستان 100,000 تا پاسدار هست الان، یعنی کشتار و سرکوب و اعدام در بلوچستان 100 برابر تهران هست و یعنی جمهوری اسلامی تمام امکاناتش مجهز کرده. این هم یک دلیل دیگه بود که این ملیت ها نتونستن، یعنی مشکل بود برایشون. در صورتی که من میدونم که طبق انتخاباتی که شد آقای موسوی بزرگترین و بیشترین تعداد آرا رو در بلوچستان آوردن و آقای کروبی تنها کسی بود. چرا حمایت کردن اون موقع؟ چرا رأی دادن به ایشون؟ چه حرفی توی صحبت آقای موسوی؟ یعنی دلیل این بود که از دو تا بعد بدتر انتخاب نکنن آقای احمدی نژاده. آقای کروبی و آقای موسوی یعنی اینا که نمیخواهند ماهیت نظام استبدادی ولایت فقیه تغییر بدن و این مشکل بزرگی بود و من فکر کنم که اگر جنبش سبز بتونه خواسته های به حق ملیت های کرد، بلوچ، عرب و سایر هموطنان در شهرستان ها و مناطق دیگه در نظر بگیره، یک جنبش سراسری بشه، یک فرصت تاریخی هست
که یک جنبش مدنی برای اولین بار در ایران پیروز بشه و شما هم انتظار نداشته باشید که بلوچ‌ها یا کردها هم خودشون بیارن به کشتن بدن ها برای اینکه یک آخوان جانشین یک آخوان بشه یا همون سیستم ها یک کمی تعدیل بشه، چون اون درد ما بلوچ‌ها یا کردها یا عرب‌ها رو حل نمی‌کنه. این هم یک واقعیت دیگری است. خب پس این چرخه معیوب کی باید به نتیجه برسه؟ 30 ساله که این اتفاق نیفتاده و همه منتظر یک اتفاق هستیم. این چجوری باید صورت بگیره؟ این من فکر کنم که همه ایرانیان واقعا آزادیخواه همین اندیشه رو دارند، همین فکر رو دارند که چگونه یک مکانیزمی وجود بیارند که این جنبش مدنی فعلی سراسری بشه، جنبش سبز. و تنها راهش همینه که بیان با واقعا اطمینان، با اخلاص به حقوق حق مردم بلوچ، کرد، عرب ها و شهرستان ها احترام بگذارن. کیا؟ رهبران همین آقای رهبران جنبش سبز. کروبی رو به عنوان رهبر این جنبش قبول دارین؟ یعنی میگم جنبش خودش رهبرش تعیین میکنه. آقای موسوی رو کسی نمیشناخت تا 2 سال قبل ها، ولی ایشون اومدن جنبش، ایشون به عنوان رهبر. یعنی برای ما فرد مهم نیست، ما به جنبش مدنی، به جنبش سبز به عنوان یک جنبش مدنی، جنبش آزادیخواه، یک جنبشی که پرو دموکراسی هست، طرفدار دموکراسی هست، احترام میذاریم و حمایت میکنیم و از تمام هموطنان، چه کرد، چه بلوچ، چه عرب ها، چه ترک ها، چه مرکز نشین، از همه استدعا میکنیم ها که از این جنبش حمایت بکنن. این ما به این اعتقاد داریم، چون واقعا معتقدیم که آینده کشور ما باید به وسیله همه، هم مرکز نشینان و هم حاشیه نشینان تعیین بشه، به همه ایرانیان در اون تعیین اون سهم داشته باشن. این فلسفه ماست و ما معتقدیم که دموکراسی، جدای دین از سیاست و فدرالیسم آینده ایران به عنوان یک کشور پیشرفته متمدن در دنیای امروزی تضمین میکنه.